هیچ وقت خرما نخرید اگر خرماها رو نمیشناسید. خرمای مضافتی، طعم بسیار شیرین، شیرینی کاراملی اصلی، نرم و آبدار، طول 3 تا 4 سانتی متر، نیاز به نگهداری در یخچال. خرمای زاهدی، نسبتا خشک و جویدنی، شیرینی ملایم و طعم‌مزه آجیلی و عالی برای افراد دیابتی. طول 3 تا 5 سانت، قیمت پایین، سیر کننده، ماندگاری بسیار بالا. خرمای کبکاب، شیرین متوسط، بافت نرم تا نیمه سخت، طول 3 تا 4 سانت و قیمت مناسب. خرمای خاصویی، بسیار شیرین اما به دلیل فیبر زیاد برای افراد دیابتی عالی است. هم با بافت نرم و هم خشک شده. طول 2 تا 3 سانت. خرمای پیاروم، لوکس، گوشتی، نیمه خشک و جویدنی، طعم شیرین و کاراملی، سایز 4 تا 6 سانت. خرمای مجول، پادشاه خرماها، گوشتی، نرم و کمی سخت، طعم کاراملی، 5 تا 7 سانت. خرمای برهی، بسیار نرم و لطیف، شیرین و شیره‌ای، طول 2 تا 3 سانت. ترجیحاً در یخچال نگهداری شود. اگر میخوای حرفه‌ای‌تر بشی، لذیذ تیوی رو فالو کن.